روزی روزگاری در جنگلی کهن گربه‌ای مغرور در تور صیاد اسیر شد. هرچه کوشید رهایی نیافت. در همان نزدیکی موشی دانا نظاره‌گر بود، اما شادیش دیری نپایید. در آسمان جغدی به کمین بود و بر زمین راسو راه بازگشتش را بسته بود. مرگ از هر سو می‌بارید. موش ترسان اما هوشیار راهی ناممکن را برگزید. به گربه اسیر نزدیک شد و گفت: ای دشمن دیرین، امروز سرنوشت ما به هم گره خورده است. من تو را از این بند میرهانم به شرط آنکه تو مرا از خطر جغد و راسو ایمن بداری. گربه پذیرفت. موش دانا کار را آغاز کرد، اما بندی حیاتی را نگاه داشت. گفت: اعتماد کامل به دشمن عین خطاست. شب هنگام که صیاد از دور نمایان شد، موش با دندانهای تیز بند آخر را گسست. گربه هراسان بر درختی جست و موش در سوراخی پنهان شد. صیاد دست خالی ماند. گربه بانگ زد: بیا که دیگر دوست گشتیم. موش از لانه پاسخ داد: همکاری ما از سر ناچاری بود، نه دوستی. طبیعت ما دشمنی است. برو به سلامت. پس بیاموز که به دشمنی که از سر ناچاری با تو یار گشته دل مبند و اعتماد مکن، چرا که دوستی ضرورت با وزیدن نخستین باد منفعت از میان خواهد رفت.